این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که تو باطلاق بحران‌ها دست و پا میزنه، بعد اینطوری نعل وارونه میزنه. یک مجموعه ای رو درست کرده از دولت آمریکا، اسم این مجموعه گروه بحران است. گروه بحران کارش چیه؟ مأموریت این گروه بحران سازی است تو کشورها، از جمله در کشور ما. بگذاریم از این که کارشناسای درون نظام هم این روزها از بحران‌هایی که عظما درست کرده زیاد حرف میزنن. ما الان اولویت‌های دیگری داریم، اولویت‌های کلان بسیار مهم، بحران‌های متقاطع سهمگینی در واقع ما باش دست به گریبان هستیم. بحران محیط زیسته، بحران در واقع بیکاری و تورم افسار گسیخته است و بسیاری مسائل دیگر. خب اینا اولویت‌های نظام سیاسی. خلاصه که عظما به وضعیتی دوچار شده که هر کار کنه آخرش کله پاس. این یکی هم زیرا به سیستم ولی فقیر رو اینطوری میزنه. من فکر میکنم در یک صورتبندی مسئله بر سر اینه که ما با یک سیستمی از حاکمیت مواجهیم که بالاترین منابع رو داره، بالاترین حق مداخله بر خودش قائل شده، تقریبا نزدیک به صفر مسئولیت خطاهاش میپذیره. یعنی هیچ خطایی نیست که بگه آقا ما خطا کردیم. یعنی این که ما توی با ونزوئلا 1% در شاخصی که زندگی ما تفاوت داریم، تقصیر کیه؟ تقصیر جامعه است، تقصیر اقواممونه. اینکه تمام شاخصهای توسعه انسانی در حاشیه کشور به طرز خیلی بدی داره جا میفته، از کیه؟ خلاصه این که عظما تو این مدت هر بار اومد به دشمناش ضربه بزنه، ضربه به خودش برگشت. حالا وسط این بحرانا رئیسی کجاست؟ هیچی، مشغول دوربین بازی و مسخره بازی های همیشگیشه. در اخبارات شما دیدم که شما 2 فرزند پسر دارید، درسته؟ بله درسته. بله. و شنیدم یک پسرتون هم همکار خودتون شده. بله. راه پدرش رو در پیش گرفته. به او بیاموزید حق خواهی و عدالت خواهی. سپاسگزارم. اهداف بالایی. وزیر خارجه رئیسی هم که این زرافه ولایت باشه، میخواد با این قمپوزا به بسیجی‌ها روحیه بده. ببینید ما تونستیم با لطف خدا در سال گذشته 390 میلیون پوند طلبمون از دولت انگلیس رو که به بیش از 40 و چند سال باز میگشت، علیرغم تحریم ها از مسیر رسمی بانکی دریافت بکنیم و هر آنچه را که نیاز داریم شرط کردیم از طریق اون داراییمون بتونیم خریداری بکنیم. در هفته آینده 6 میلیارد یورو دارایی‌های ما نزد بانک کره جنوبی که به سوئیس منتقل شد و یوان تبدیل به یورو شده، وارد 2 بانک در حساب‌های مورد درخواست بانک مرکزی ما در منطقه میشه. اما هنوز حرفاش تموم نشده، تو فضای مجازی اینطوری دستش میندازن. عربستان شرکت آرامکوش سالی 120 میلیارد دلار سود میده، دقیقاً 3-4 برابر فروش نفت ما. تازه اگه پول ما وصول بشه چیزی هم نمیگن. بعد چند سال کره جنوبی میخواد 6 میلیارد دلارمون رو بهمون بده. اونم چجوری؟ پول میده سوئیس میده قطر میده عراق هم جا پولمون میخواد بهمون قرص سرماخوردگی یونجه دستبیل. الان چند ماه جشن گرفتن دیپلماسی عزتمندانه، فقط مونده این روز رو به عنوان روز دیپلماسی عزتمندانه وارد تقریر. آخوندا میخواستن فیگور دیپلماسی بگیرن، اما حواسشون نبود رو کجا نشستن.
هم یه تصویر خلاصه از وضعیت اقتصادی نظام از زبون کارشناسای درون نظام که هرچی میگذره بدتر میشه. ما الان در فلاکت بارترین شرایط اقتصادی 100 سال اخیر شاید به سر میبریم. به شدت پول ملیمون سقوط کرده، بالاترین حد تورم رو داریم، کمترین حد اشتغال رو داریم، بیشترین حد بیکاری رو داریم. مشنگستان این هفته رو با جنگولک بازی این مجری پاچخار تیویریش شروع میکنیم. من میخوام امروز در جواب اونهایی که گاهی توهین میکنن، جسارت میکنن به این لباس مقدس و به عمامه که نماد پیامبر گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت هست، استاد اجازه بفرمایید که من عمامه شما رو ببوسم. دوره این عمامه بوسی ها خیلی وقت سپری شده. الان حرف بچه ها تو خیابون اینه. این حجت الاسلام دکتر علفی هم با توجه به بازگشت سویه دیگه از کرونا نسخه جدید پیچیده. پس اینایی که میخوان به وبا کرونا گرفتار نشن، مبتلا نشن، مرتب موهای سرشون را شانه کنند، هم باعث زیبایی و هم پیشگیری از وبا، پیشگیری از بیماری همگانی، پیشگیری از کرونا است. مرتب شانه کنند. حالا بشنوید از این حجت الاسلام جنشناس که وضعیت عظما رو اینطوری تصویر میکنه. نوعاً افراد میرن و در بس در خدمت جن واقع میشن و جن مسلط میشه به وجودشون و دیگه نمیتونن از سیطره بیان بیرون. این انسانهایی رفتن خودشون اسیر جن کردن، جن شیطان، و دیگه از سیطره اونها آزاد نمیشن و درب جهنم طور قطعی براشون باز شده. اگر هم تخلف کنن از اوامر جن تو حد کشت اینا رو میزنه. عجب. بله. این یکی هم نشسته کلی فکر کرده تا یه چنین فیلی رو هوا کنه. آدم چند متر بوده کی میدونه؟ طول آدم 17 متر بوده و عرضش هم خب لابد 10 متر، عریض و طویل. رفتید هابیل سر قبر هابیل در سوریه، این تا سینش بیشتر نیست. اینی که هست، اینی که هست تا سینشه. سر قبر هابیل کی رفته سوریه؟ هابیل و قابیل اون کو. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به محصول جدید اقتصاد مقاومتی نظام بندازیم. بعد از انتشار این خبر که حدادیان استاد دانشگاه تهران شده، خیلی ها تو فضای مجازی این خبر رو دست گرفتن. یه نمونه از همین کلیپ ها رو ببینیم. سعدی قرن هفتمه، حافظ قرن هشتمه، بگو ببینم دانشجوی من، فردوسی شاعر قرن چندمه. چرم ای والله الحمدلله استاد تو هم، الحمدلله شاگرد منی. 10 نمره میدم واسه حفظیات، 10 نمره هم واسه سینه زنی. ای والله الحمدلله.